سلام دوستان، امروز یه رسیور مدیا استار میخوایم روش کار کنیم که مشکلی که داره مشکل خط و خشدار نشون دادن شبکه هاست. یعنی این شبکه ها رو داره خط و خشدار نشون میده. تو ایرادات رسیور مینی یه کمی بحث تعمیرات یه کمی پیچیده‌تره، یه کمی شاید یه کمی سخت‌تر باشه، چون خب اینم منبع تغذیه داره دیگه. حالا اون قضیه رو تا اونجا داشته باشیم. منبع تغذیه هاشون هم مثل آداپتورهاشون هم تو 12 ولت 1 آمپر. الان هر وقت به مشکل خاموشی این رسیور هم شما برخورد کردین، اول چک کنید ببینید که ولتاژتون یا جریان آداپتوری که میاد رو رسیور اوکیه یا نه. اگه جریانش یا ولتاژش کم و زیاد باشه، این مینی رسیور ها هم روشن نمیشن یا به ایراد میخورن یا سیگنال یا کیفیت نمیارن. یکی دیگه از ایراداتی که این مدل رسیورها دارن، این هیتسینگی که میذارن روشون خیلی نازکه. ببینید در حد یک ورق، خیلی کاغذی، زیاد جالب نیست. باید هیتسینگشون رو با این هیتسینگای این مدلی تعویض کنیم. خیلی تاثیر داره، حرارتش رو خیلی قشنگتر میگیره و دستگاه راحت تر کار میکنه. حالا ما اینو باید تمیز کنیم و بچسبونیمش. این یکی از کارهایی که انجام بدیم. باید این اولین مورد اینو انجام میدیم. بعد قسمت تیونر ولتاژ میگیریم که ولتاژ افقی و عمودی اون چنده. عمودی 12 تا 13 ولت، افقی 18 تا 20 هم میره بعضی موقع. باید اینا رو الان چک کنیم، این خازن‌ها رو چک کنیم و ایراد خط و خشی شبکه‌ها با این موردایی که گفتم برطرف میشه. من هر سری تو کلیپ‌ها این توضیح میدم که پک‌های آموزشیمون هستش، پروگرام کردن رسیورها، و خیلی حرفه‌ای میتونید یه تعمیرکار خوب تو زمینه رسیورها بشین. پک‌هامون که آماده بشه تو پیجمون میذاریم و در خدمت شما هستیم.